سومون ایر یگانه شرکت هواپیمایی فعال تاجیکستان روز 13 دکبر سال 2022 نخستین پرواز را از دوشنبه به اسلام آباد انجام داده است. خدمات مطبوعات شرکت روز 14 دکبر خبر داد که در آینده نزدیک در دایره برنامه توسعه شبکه‌های پروازهایش سومون ایر تصمیم دارد که پروازهای منتظم را به جمهوری اسلامی پاکستان راه اندازی نماید که این عقیده سومون ایر برای رشد مناسبت‌های دوجانبه کشورها تکان نو خواهد داد. سال جاری از برقراری مناسبت‌های دیپلماتیک میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی پاکستان 30 سال پر شد و افتتاح خط سیر مستقیم در این سال فرخنده بسیار رمزی بوده به واسطه به تحکیم و توسعه همکاری‌ها در بخش‌های فرهنگی، اقتصاد و تجارت و رشد سیاحی مساعدت خواهد کرد. گفته می‌شود در اطلاعیه ذکر شده است که دوشنبه و اسلام آباد فرقت زمانی نداشته در یک منطقه ساعتی قرار دارند که این البته برای مسافران خیلی قلای میباشد. طول پرواز از دوشنبه تا اسلام آباد 90 دقیقه بوده. پروازها توسط هواپیماهای برایت بوینگ 737-800 یا 900 صورت میگیرد.